نامه به فیلیپیان باب 1. سلام به همه آنهایی که از آن عیسی مسیح هستند و به سرداران و خدمتچیان جماعت که در شهر فیلیپی می باشند. ما پاولوس و تیماتیوس که خدمتگاران عیسی مسیح هستیم، فیض و مهربانی و صلح و آسایشتگی پدر ما خدا و خداوندمان عیسی مسیح را بر شما خواهانیم. هرگاه که شما را یاد می کنم به خدایم شکر می گویم و هنگام دعاهایم همیشه با خرسندی برای همه تان دعا می کنم، چون که شما از روز اول تا حال در پهن نمودن خوشخبر عیسی مسیح اشتراک می کنید. باوری کامل دارم خدایی که این کار نیک را در دلهای شما آغاز نمود تا روز برگشتن عیسی مسیح آن را انجام می دهد. درباره همه شما چنین اندیشه داشتنم درست است، زیرا شما در دل من جای گرفته اید. هنگامی در زندان بودنم و حقیقت خوشخبر را حمایه و اثبات کردنم، شما را در فیض و مهربانی خدا شریکان خود می دانستم. خدا می داند که با آن قدر مهر زیادی که از عیسی مسیح در من پیدا شده است، مشتاق دیدار شما هستم. همچنین برای شما دعا می کنم که محبتتان با دانش و فهمش بیشتر تا رفت زیاد شود، زیرا من می خواهم که شما انتخاب کردن چیزهای بهترین را یاد گرفته تا روز برگشتن مسیح پاک و بی‌عیب گردید. باز دعا می کنم که زندگیتان پر از راستی باشد. این زندگی پر از راستی برای بزرگی و ستایش خدا از جانب عیسی مسیح بخشیده می شود. برادران و خواهران، می خواهم بدانید که به پهن شدن خوشخبر اصلاً عذاب کشیدنم کمک کرد. حالا به همگان از آن جمله به تمام پاسبانان دربار معلوم گردیده است که من به خاطر عیسی مسیح در زندان هستم. از همین سبب ایمانداران زیاد از خداوند دلپور گردیده بی ترس و هراس با یک دلیری بزرگ پیام خدا را می گفتگی شدند. بعضی ها نه از تحت دل بلکه از بخیلی و دشمنی و از روی رقابت مسیح را اعلان می کنند تا که عذابهایم را در زندان دوچند گردانند. اما بعضی دیگر با نیت نیک از روی محبت این کار را می کنند، زیرا می دانند که من به اینجا برای حمایه خوشخبر افتادم. چی علاج؟ با هر راهی که باشد، خواه از روی نیت درست یا خواه نادرست، مسیح به مردم اعلان کرده می شود. از اعلان کردن نام مسیح من شادم و شادی کردن می گیرم، زیرا می دانم که دعای شما و کمک روح عیسی مسیح مرا نجات می دهد. امید زیاد دارم که در یگان حالت شرمنده نمی شوم. برعکس، حالا نیز مثل همیشه با کمال دلیری سخن گفتن را دوام می دهم تا که خواه در حیاتم باشد خواه در مرگم، بزرگی مسیح در من افزونتر گردد. زیرا مسیح برای من حیات است و مرگ برایم فایده است. اما اگر زنده مانم کارم ثمرناک می شود. خلاصا نمی دانم کدامش را انتخاب کنم. در بین دو راه مانده ام. از یک طرف می خواهم که این دنیا را ترک نموده با مسیح باشم، چون که این از همه بهتر است. اما از طرف دیگر جسماً زنده ماندنم برای شما ضرورتر است. من انیق می دانم که زنده می مانم و برای در ایمان مستحکم شدن و خرسندی کردنتان به شما یاری دادن را دوام می دهم تا که هنگامی به نزدتان برگشتنم به خاطر من از عیسی مسیح بیشتر افتخار کنید. فقط طرز زندگی کنید که رفتار شما لایق خوشخبر مسیح باشد تا که هنگام آمدنم بینم
یا اگر آمده نتوانم اقلا شنوم که شما در یک روح استوارید، با یک مقصد و یک جایه برای ایمان، یعنی برای خوشخبر زحمت زیاد میکشید. به دشمنان راه ندهید که شما را به ترس و هراس اندازند. این ناترسیتان نشانه آن میگردد که آنها نابود میشوند و شما نجات مییابید. این چنین این نشانه از جانب خدا می باشد، زیرا به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان داشته باشید، بلکه به خاطر او عذاب نیز کشید. شما عذاب مرا دیده بودید و تا حال می شنوید که هنوز در عذابم. حالا باشد خودتان مثل من عذاب می کشید. باب 2. پس اگر در ایمان به مسیح یگان دلبرداری یا با روح القدس یعنی روح خدا مناسبت یا رحم و دلسوزی داشته باشید، یا محبت او شما را تسلا می دهد، در فکر و محبت یگانه یک دل و یک جان شده خرسندی مرا پره سازید. هرگز خودخواهانه و هوا بلندانه رفتار نکنید، بلکه خاکسارانه دیگران را از خود بالاتر دانید. بگذار هر یکی از شما نه تنها درباره خود بلکه درباره دیگران نیز غمخواری نماید. شما نیز باید آن اندیشه هایی که عیسی مسیح درباره خود داشته باشید. مسیح در اصل خدا بود، لیکن فکر نکرد که با خدا برابر بودن را به دست بیارد. بجای این او اختیاری از همه چیز محروم شده غلام گردید و مانند انسان ها شد. وقتی که او انسان شد خود را فروتن ساخته به خدا اطاعت کرد و حتی تا دم مرگ در صلیب اطاعتکار ماند. برای این خدا او را بر همه سرافراز کرد و نامش را در بین همه نامها بلند نمود، تا که برابری شنیدن نام عیسی هر زانو چی در آسمان و چی در زمین و چی در زیر زمین خم شود و برای بزرگی خدا پدر هر یک کس اعلان کند که عیسی مسیح خداوند است. عزیزانم، وقتی که با شما بودم همیشه به من اطاعت می کردید، اما اکنون هنگام نبودنم بیشتر اطاعت نموده نجات خود را با ترس و لرز بجا آورید. زیرا خدا در دل شما عمل می کند تا که هم خواست و هم عملتان پسند او باشد. هر کار را شکایت نکرده بیچون و چرا اجرا کنید، تا که در بین نسل بی انصاف و ویران شده شما پاک و بی عیب و فرزندان بی نقص خدا باشید. هنگامی که کلام حیات را محکم نگاه می دارید، همچون ستارگان به جهان نور می پاشید. در این حالت من در روز برگشتن مسیح افتخار کرده می توانم که کار و دو تازم پوچ و بیهوده نبود. حتی اگر خونم مثل شراب هنگام هدیه نوشیدنی برای اجرای قربانی خدمت شما ریخته شود هم خرسندم و همراه همه شما شادی می کنم. شما نیز همین طور خرسند باشید و با من شادی کنید. امیدوارم که با خواست خداوند عیسی به نزدیکی تیموتئوس را به نزدتان می فرستم تا که از حال شما خبردار شده شاد گردم. من کسی دیگر ندارم که مثل او از تحت دل غمخوار شما باشد، چون که دیگران نه در فکر خدمت به عیسی مسیح بلکه در فکر خود هستند.
شما تیموتیوس را خوب می شناسید و می دانید که او در اعلان کردن خوشخبر به من مثل پسر به پدر خدمت کرد. از این رو امیدوارم که پس از معلوم شدن وضعیتم او را در حال می فرستم. اما در خداوند دلپور هستم که به نزدیکی خودم هم به پیشتان می آیم. حالا ضرور دانستم که همکار و همصف و برادرم اپافرودیتوس را که هنگام محتاج بودنم به خدمتم فرستاده بودید برگردانده به نزد شما فرستم. او شما را خیلی یاد کرده است و خیلی غمگین است که آوازه بیمار شدنش تا به شما رسیده است. اپافرودیتوس در حقیقت سخت بیمار بود، قریب می مرد، لیکن خدا به او رحم کرد و نه تنها به او بلکه خدا به من نیز رحم کرد تا که به غمهایم باز غمی دیگر ضم نشود. بنابراین با جان دل او را به نزدتان می فرستم تا که شما از دیدارش خرسند شوید و من از غم آزاد شوم. او را همچون برادر ایماندار در خداوند با کمال خرسندی قبول نماید. چنین آدمان را همیشه حرمت و عزت باید کرد، زیرا او برای کار مسیح جانش را در خطر مانده به جای همه شما به من خدمت کرد. باب 3. اینک برادران و خواهران، در یگانگی با خداوند شاد باشید. به من تکرار به تکرار نوشتن این چیزها مشکل نیست، چون که این بر فایده شماست. از سگان، از آدمان نابکار، از آنهایی که آدمان را به ختنه کردن مجبور می کنند احتیاط شوید، زیرا ختنه شدگان حقیقی ما هستیم که به چیزهای ظاهری تکیه نمی کنیم، بلکه با روح خدا پرستش می کنیم و با عیسی مسیح افتخار می کنیم. من می توانستم به جسم تکیه کنم. اگر کسی گمان کند که حق دارد به جسمش تکیه کند، پس من حق بیشتر دارم، زیرا در 8 روزگیم ختنه شدم، ملتم اسرائیلی، از اولاد بنیامین و عبری حقیقی می باشم. همچون از مذهب فریسی به شریعت موسی اطاعت می کردم. از روی جد و جهد آزاردهنده جماعت ایمانداران و از جهت راستکاری در اطاعت قانون بی عیب بودم. اما حالا همه چیزهای را که پیش دستاورد خود می حسابیدم به خاطر مسیح هیچ و پوچ می شمارم. بیشتر از این، من همه چیزها را هیچ و پوچ می شمارم، زیرا چیزی نیست که از شناختن خداوندم عیسی مسیح بهتر باشد. به خاطر او من از همه چیز گویا از پرتاوی باشد دست کشیدم تا که با مسیح باشم و با او یک شوم. من دیگر کوشش نمی کنم که با قوت خود شریعت را اجرا نموده راستکار شوم، بلکه در پی راستکاری می باشم که از ایمان به مسیح برمی آید. این راستکاری به خاطر ایمان است و از جانب خدا داده می شود. خواهش من این است که عیسی مسیح را بیشتر شناسم و قوه را که او را از مرگ زنده کرد درک کنم. می خواهم که در عذابهای او شریک شوم و در مرگش مانند او باشم، با امید آنکه من نیز از مردگان زنده شوم. نمی گویم که من الکی به مقصدم رسیدم یا کامل شدم، بلکه غیرت می کنم که آن را به دست آورم، چون که عیسی مسیح مرا به دست آورد. برادران و خواهران، من درباره خود فکر نمی کنم که مرادم حاصل شده است، بلکه یک چیز را می گویم که گذشته را فراموش کرده به پیش حرکت می کنم.
به سوی مقصد می شتابم تا که مکافاتم را یعنی دعوت آسمانی خدا را که به واسطه عیسی مسیح داده می شود به دست آورم. بگذار هر یکی ما که روحاً به کمال رسیده ایم همین طور فکر کنیم. اما اگر شما دیگر خیل فکر کنید خدا آن را هم به شما آشکار می کند. به هر حال ما باید موافق حقیقتی که یافته ایم زندگی کنیم. برادران و خواهران، از من عبرت گیرید و به آنهای نگاه کنید که موافق نمونه ما رفتار می کنند. زیرا بسیاری ها چنان که پیش به شما می گفتم و الحال با آب دیده می گویم مثل دشمنی صلیب مسیح رفتار می کنند. عاقبت آنها نابودی، خدای آنها شکم است و آنها از رسوایی فخر می کنند. تمام فکرهایشان درباره چیزهای زمینی است، ولی وطن ما آسمان است و ما انتظاریم که از آنجا نجات دهنده یعنی خداوندمان عیسی مسیح می آید. او با قوتی که همه چیز را به خود تابع می کند جسمهای سست و نابود شونده ما را دیگرگون می کند تا به جسم پرشکوه خود مانند گرداند. باب 4. برادران و خواهران عزیز، شادی دل و تاج سرم، در ایمان به خداوند استوار مانید. از خواهران اودیه و سنتیخی التماس می کنم که به خاطر خداوند با یکدیگر صلح داشته باشند. بله، همکاری وفادارم از تو نیز خواهش می کنم که به این زنان یاری دهی. آنها در برابر من، کلیمنتوس و همکاران دیگرم که نامهایشان در کتاب حیات است برای پهن کردن خوشخبر زحمت زیاد کشیدند. همیشه در یگانگی با خداوند شاد باشید. باز میگویم که شاد باشید. بگذار نرمدلی شما به همه آدمان معلوم باشد، چون که خداوند نزدیک است. غمی هیچ چیز را نخورید، بلکه برای همه چیز هنگام دعا با التماس و منتداری خواهش‌های خود را به خدا بگویید. آنگاه آسایشتگی خدا که از هر خرد بالاتر است دل و اندیشه های شما را در یگانگی با عیسی مسیح نگاه می دارد. خلاص برادران و خواهران، درباره چیزهای فکر کنید که راست و شایسته، پاک و درست، خوشایند و لایق تعریف و موافق آداب و سزاوار ستایش باشد. کارهای از من آموخته و قبول کرده و شنیده و دیده اتان را دوام دهید و خدای آسایشتگی همراه شما خواهد بود. در یگانگی با خداوند به حد خرسندم که عاقبت به من غمخواری میکردگی شدید. البته شما پیش هم به من غمخواری میکردید، لیکن برای یاری دادن امکانیت نداشتید. این را نه برای آن میگویم که محتاجی میکشم، زیرا من در همه گونه شرایط قناعتمندانه زندگی کردن را یاد گرفتم. کمبغلی را هم دیدم و سیری و پوری را هم. همه گونه حالت را از سر گذراندم. هم به سیری و گرسنگی و هم به ناداری و فراوانی تیار هستم. به واسطه مسیح که به من قوت می بخشد در همه گونه وضعیت طاقت می کنم. با وجود این خوب کردید که در این وقت مشکل به من دست یاری دراز نمودید. فیلیپیان، شما خود می دانید که وقتی که از ولایت مقدونیه برآمده اعلان کردن خوشخبر را سر کردم، غیر از شما یگان جماعت دیگری ایمانداران به من کمک پولی نداد. حتی هنگامی در شهر تسالونیکی بودنم
شما یک دو بار برای احتیاجاتم کمک پولی فرستاده بودید. مقصد گپم از شما تحفه رویاندن نیست. فقط می خواهم که ثمره کارهای نیکتان زیاد شود. تحفه‌ای که به دست اپافرودیتوس به من فرستادید مثل دود خوشبوی و قربانی خوش و پسندیده خدا است. اکنون من پره تامین شدم و حتی از حد زیاد دارم. خدای من هر احتیاج شما را نیز از ثروت عظیم خود به واسطه عیسی مسیح قانع خواهد گرداند. به خدا پدر ما تا ابد بزرگی باد. آمین. به هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده از آن خدا شده است سلام رسانید. برادرانی که با من هستند به شما سلام می رسانند. همه آنهایی که از آن خدا هستند خصوصا درباریان شاهنشاه به شما سلام می فرستند. بگذار فیض و مهربانی خداوند عیسی مسیح با شما باشد.